از این آدمون دست بکش و برو از همه اونهایی که خوب بودن تو رو نمیخواهند. دست بکش و برو از هر جایی که خاطره بد دارد. دست بکش و برو از هوایی که تو رو در سرده خود بدتر و بدتر میکند. دست بکش و برو. آدمان این دنیا بدن، خوب بودن تو رو نمیخواهند. همین که لبخند زده میکشند تا اون خوشیت رو برباد بدهند. همین که تنها راحت باشه میکشند تا در دنیای پرغوغای خودشان واردت کنند و تنهایت رو برهم بزنند. همین که به هیچ کس اهمیت نداده میکشند تا ملامتت کنند، تا مورد توجهت قرار بگیرند. همین که کمی رنجیدن در حال از زندگیشان خطت میزنند، در حال برای خطی سیاه همراحت میکنند، در حال تمام خوبی هایت را فراموش میکنند و برایشان میشوی آدمی بد. هیچ کس درک نمی کند که تو برای خوب بودنی همه خوبی خودت را فراموش کرده ای. تو برای خوب بودنی همه خودت را فدایی کرده ای. تو برای دیگران زندگی داری، نه برای خودت. این را فراموش می کنند و مجبورت می کنند فقط خودم بگویی، فقط در فکر خوبی خودت باشه و خلاص. و این مجبورت می کنند و باز برایشون می شوی آدمی خودخواه، آدمی بد، آدمی پرغرور. من حیرانم. همه میگوید من خوبم. مادامی که ما همه خوب باشیم چرا ظلم است؟ چرا بدی است؟ چرا نفرت و کبر و غرور است؟ چرا غیبت و دشمنی است؟ چرا؟ اینها رو کی میکند؟ که آدمان همه از هم خسته شدن، همه دلگیری هم شدن، همه دل شکسته شدن، همه در قلب و در وجود و در نگاه خود غم و درد و الم دارد. کی این رو میکند؟ ما همه که خوب باشیم چرا داریم بعضن از شکستی هم رنج میکشیم؟ کی این رو در حق ما میکند؟ البته که خودمون. پس بیا قبول کنیم که ما خوب نیستیم، ولی وعده دهیم که خوب میشویم. خوب باش، خوب شو، خوب میشویم. خداوند دوست می‌دارد هر کی را که خوب است. بکش تا خداوند دوست داشته باشد. بکش انسان، بکش که خوب باشی.